برای مقصد تلویزیونی باید که یک برنامه تیار کنیم اطراف همین چیندن پخته نوحیه همدانی رفتیم میگه رئیس جماعت بسیار مرده که خوب مهمان نواز بگه گرفت خونش برد میگه او عزت بسیار مکردو همین پدن حالا تو چویا بیاره لعنتی و فلان کنه اینه میگه شمی خیلی اینا من میگه سهر اومدیم روز دیگه همین تونمو پیش اصل خلاص کردیم گفتیم میریم گفت کجا میریم گفتیم مهمان خونه گفت خونه من میریم کی گفتیم محکمه بخشی نمیریم با گفت چی کم بودی ایوان دیده گفتیم دهن توخی بسیار دهنی پلفسای بعد داشته حقوراتی بسیار میکنی ولی هم خونه بوده چی میگن سه چور مهمانی دنگوسا اومدن همین روز تو میگه حقورات شنیدیم شب تا سحر بعد گفت که بیای پدودید نکنه همین مردم ما الحمدلله همین سنت پیامبر دارن مهمان نوازن خدا را شکر نسبت بسیاری مردم ما الحمدلله که مهمان نوازن همین برای ما را مهمون برای در مهمون خونه خوب کنه ز پدلو ای همین میگه گفت که بیای همین مرا ایزون نتیم بخدا بیای بریم تو شما رخصت نتین گپ نمیزنم حقورات دوست بیسته گپ نمیزنم خیلی میگه اومدیم قطیش تورات کردیم اصلا خوندیم ششتیم چق 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 شام شید شما جماعت کردیم خوندیم چق چق گپ نمیزنه خب پای میگه چق 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 خفتن شیده است نه چویه نه اون در بشنگیدم میگه هم میگه همدیگر هم تری سرد نگه داریم یه وقت میگه گفت که هم تا دو شوار داشت میگه بعد گفتیم گپ زن اجازه هسته یا چی پرسم تون گش نمونده هم میگه گفتیم خیلی وقت مرا اجازت بده من فعالیت کنم من مایلش با می در اون کرد یه بار پدر بکشه مهمون را بعد سرخون اومده بعد الخوت اومده که نخود زندگی را به همین درجه را بیاریم نخود به درجه گوگدن شوه همون خانواده که تو زمان حقورتش نکنید به مهمون چوی نیورد